سلام، من دورسا زمانی هستم. اومدم با آموزش خمیر این پیراشکی خوشمزه بریم که با هم داشته باشیم. ما برای این پیراشکی خوشمزه نیاز داریم به پودر خمیر مایه 2 قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق چایخوری، آرد 250 گرم، نمک 1 قاشق چایخوری و 1/2 پیمانه هم یا 120 میلی لیتر آب. بریم که با هم درستش کنیم. اول آردمون رو خوب الک میکنیم تا کامل هوادهی بشه. و بعد نمک، شکر و خمیر مایه رو اضافه میکنیم. دقت کنید که هر کدومشون در یک جای ظرف باشه. و بعد اینا رو با هم، این مواد خشک رو با هم مخلوط میکنیم. دقت کنید که آردتون حتما یا آرد فانتزی باشه یا آرد قنادی. در کل بهتر که آرد فانتزی باشه و لطفاً از آرد بربری یا سنگک استفاده نکنید چون باعث خراب شدن نونتون میشه. و بعد کم کم آبمون رو اضافه میکنید. دقت کنید که کم کم آب رو اضافه کنید چون ممکنه که یهو خمیر شل و چسبناک بشه و زیادی بشه و مجبور بشید آرد بزنید و آرد باعث میشه که کمی نونتون خشک‌تر بشه. وقتی که آرد اضافه بر دستور اضافه میکنید باعث میشه که نونتون خشک بشه. اما معمولا در کل مثلا اگه تو خمیرتون شیر یا مثلا حالا خمیر هر نون دیگه‌ای که بود باید مواد مایع کاملا اضافه بشه مگه اینکه خب خمیر شل بشه و در اون صورت دیگه نباید بزنید. و اگر میبینید که واسه من یه کمی زیادتر از حده، واسه من خمیرم 2 برابره و در واقع برای شما خمیرتون 1 برابره، یعنی 250 گرم آرد دارید، من 500 گرم آرد دارم. از اینکه خمیر کمی خودشو گرفت دست رو وارد کار میکنیم و دستاتون حتما تمیز باشه و بعد اونو با دست برمی‌داریم. بعد از اینکه خمیر مثلا دیگه کاملا مواد خشک جذب شده بود، همه این مواد با هم جذب شده و اونو روی کانتر میاریم و بعد برمی‌داریم. ببینید هنوز کلی آرد هستش که جذب خمیر من نشده، اما من همونطور که میبینید خمیرم هنوز چسبناکه و کامل ورز میدم. ممکنه که اصلا خمیر شما فکر کنید که مثلا سفت شده و نیاز به آب داره، ولی در صورتی که شما تمام آب مورد نیاز رو زدید اونو کمی ورز بدید. بعد از 10 دقیقه اینا اگر دیدید نیاز به آب داره اون موقع آب اضافه کنید. خب دیگه خمیر من کمی خودشو گرفت، اونو میذارم روی کانتر و بعد میتونید به صورت ضربدری که سینه کف دستو بهش فشار میدید، بعد دوباره اون یکی دستتون کم کم همینطوری، یا اینکه میتونید اینو با یه دستتون باز کنید و بعد دوباره ببندید، باز کنید و بعد دوباره ببندید. اگر خمیرتون کمی سفت بود میتونید دستتون رو به آب بزنید و بعد به خمیر بمالید یا اینکه اسپری آب بزنید. فقط حواستون باشه که ناخن‌هاتون رو داخل خمیر فرو نکنید. از اینکه روی خمیرتون کامل صاف شد و دیگه هیچ حبابی یا گوله‌ای روش وجود نداشت، اون رو میذاریم توی ظرفی که چربش کردیم با روغن مایه و بعد روش رو میپوشونیم و بعد بذاریم به مدت حدود 1 ساعت تا 2 برابر بشه. ممکنه که بیشتر طول بکشه یا کمتر. و دقت کنید که توی جای گرم باشه، مثلا کنار شوفاژ یا بخاری.
اینکه گذاشتین خمیرتون 2 برابر شد، برای من 2 برابر شد، اونو در میارید و بعد پفش رو میگیرید، یه مقداری صدا و بعد اونو وزن میکنید. برای من الان 400 گرمه. تقسیم بر 8ش میکنید و اونا رو چونه میکنید. خب من باید چونای 50 گرمی درست کنم. برای چونه کردن هر قسمت از خمیر رو میارید وسط و بعد میذاریدش روی سطحتون و همینطوری با دستتون میچرخونیدش تا کامل به شکل یه چونه بشه و روش خطی یا بریدگی نباشه. همینطوری که میبینید. بعد از اینکه چونه کردیم هر کدومو با وردنه بازش میکنیم و حالا برای مواد میانی که میخواید بذارید میتونید از هر چی استفاده کنید. ترکیب مورد نظر که خودتون دوست دارید، مثلا میتونید سیب زمینی با گشنیز بزنید، اینکه گوشت بزنید، سوسیس بزنید، کالباس بزنید، هر چیزی که خودتون دوست دارید و به نظرتون باعث میشه که طعمش خوشمزه بشه. اگر خمیرتون کمی چسبنده بود بهتره که روی سطح کارتون کمی آرد بریزید و بعد از این مواد میانی میریزید وسط هر چقدر که دوست دارید. فقط حواستون باشه خمیرتون رو زیاد نازک نکنید تا پاره نشه. اینو میذاریم روی اون لبه و بعد اینا رو به هم فشار میدیم و بهتره که کمی بشکون بگیرید تا خوب به هم بچسبه. اینطوری. و بعد برای اینکه طرحش زیبا بشه با چنگال اونا رو محکم فشار میدید. حواستون باشه خوب این دو لبه رو به هم بفشارید چون ممکنه که وقتی که پف میکنه از هم باز بشه کامل به همین زیبایی. و بعد میذارید داخل سینی فر وقتی که فرمشون دادید. بعدش رومال میزنید. من از زرده تخم مرغ و روغن استفاده کردم. میتونید شما تخم مرغ کامل بزنید یا همون زرده تخم مرغ بزنید یا زرده تخم مرغ با شیر یا هر مدلی که دوست دارید. دقت کنید که روی رومال در کنار خمیر نریزه، یعنی داخل سینی فر نریزه چون باعث میشه که پف نکنه، چون اگه دوراش باشه باعث میشه که پف نکنه. و اینو میذارید داخل فر از قبل با دمای 180 درجه گرم شده به مدت تقریبی 20 دقیقه. بستگی داره که بیشتر بمونه، مثلا برای خود من 30 دقیقه باید بمونه ولی چیز واحد و اصلی 20 دقیقه است. دیگه باید ببینید کی میپزه. بعد گذشته نیم ساعت پیراشکای من از داخل فر بیرون اومدن. خیلی جذابن. امیدوارم داخلشون هم و بافت خمیر همین قدری که روش جذابه داخلش هم خوب باشه. این همونطور که بافت رو مشاهده میکنید بسیار جذاب. مرسی که تا آخر این ویدیو با همراه من بودید. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.